دیلمی از ابن عباس نقل می کند 2 برادر از بزرگان قوم یهود به نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند. پس یهودی به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: ای جوان، برای من محمد صلی الله علیه و آله را توصیف کن، چنان که گویی او را می بینم، تا اینکه همین الان بدو ایمان آورم. پس امیرالمؤمنین علیه السلام گریست. سپس فرمود: ای یهودی، اندوه‌های مرا تازه کردی. حبیب من محمد صلی الله علیه و آله پیشانی و گونه‌هایی هموار و درخشان، ابروانی به هم پیوسته و دیدگانی سیاه و درشت داشت. بینیش کشیده و ظریف بود. خطی باریک از مو بر سینه داشت و محاسنش پرپشت و دندانهایش سپید و گردنش چون ابریق نقره بود. میان سینه تا ناف خطی پراکنده از مو همچون گیاه کافور داشت. بسیار دراز یا کوتاه نبود. فروغ نورش بر دیگران چیره می گشت. هنگام راه رفتن چنان بود که گویی از زمین سخت گام بر می دارد یا در سراشیبی راه می رود. قوزک پایش گرد و پایش نرم بود. در قسمت میانه بدن فربهی نداشت. امامش سحاب و شمشیرش ذوالفقار و استرش دلدل و درازگوشش یعفور و شترش ازبا و عصایش ممشوق نام داشت. مهربانترین مردم نسبت به مردم و رعوفترین ایشان نسبت به ایشان بود. بین 2 کتف مهر نبوت داشت. بر آن مهر 2 سطر نوشته شده بود. سطر اول لا اله الا الله و سطر دوم محمد رسول الله. پس آن 2 یهودی گفتند: گواهی می دهیم خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است و تو جانشین و وصی بر حق محمد صلی الله علیه و آله هستی. پس اسلام آوردند و نیکو شد اسلام ایشان و ملازم امیرالمؤمنین علیه السلام گشتند و با او بودند تا واقعه جمل پیش آمد. پس با او به بصره رفتند و یکی از ایشان در صفین به شهادت رسید.